کتابسیز. کتابسیز آمدی؟ کتابسیز خودت هستی؟ نه، شاید از اگه حیوان میترسی. تو چرا تو شدی؟ این وضعیت خدا بیدی. این کتابسیز دیگه کجا شد؟ ما آمدم. تا حال کجا بودی؟ سر وقت آمدم پدر. کسی خود تعقیبت نکرد کتابسیز؟ نه. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم پدر، من خود تازه کار نیستم. داخل بیا. مطمئن هستی که کسی از پشتت نامد؟ چند دفعه بگویم پدر کسی نیست. چرا وار خطا هستی پدر؟ البته که هستم. اصلا چنان پس وظیفه خدا مرا. او پشت مرا میگیرن. نه تو را کتابسیز از مرا میگیرن. بعد از پدر تو چرا تو میگی؟ کسی که پشت تو را بگیرم از این دنیا گمش میکنم. شعر ما چیزی را که میخواستم آوردی؟ گلش همینجاست. قسمه که گفتی مستقیم شروع کردم میتونی. ما چاره شکدم اونجا از تو پذیرایی میکنم. هیچ کمبودی نخواد بود. اگر شهناز در دستگوری ویژه نمیفتاد یک چانس میداشته. اما حال گپ ما خلاص است. جایی که گیر ما کنن مغز ما را باد میکنن کتابسیز. خب تو چی میکنی کتابسیز؟ زیاد به فکر ما نباش پدر. یک دفعه او را نجات بده دیگهش مهم نیست. از چی وقت برای نشد کار میکنی؟ بگو. نشد کی است؟ آقویا آیشه گلی زنا زادا میکشه. کسی نمیتونن. این خواهد ظلم است بچه. به نظر مام نمیکشه اما کفته جورش میکنه. به نظر مام فکر کنم برش نانم میته. شهناز طرف ما ببین. اگه گپ نزنی روی مقبولت خراب میشه. تو فکر میکنی شهناز مقبول است ها؟ نه یعنی همه تو گفتم دیگه. برای چی گپا گفتی؟ آیشه گل موضوع را تو شخصی کردی. میبخشه لطفاً از موضوع دور نشه. چند روز میشه نشد گم است. در خانه‌شام نمیاد. بگو که کجا پد شده. نمیفهمم. نفر اون نیستی چطور؟ فکر میکنی که نمیفهمم؟ اما با نشد کار نمی کنم. نشد برای من کار میکنم. اولا گپی خی کلال شد. تو دیگه چی میگی؟ برای نشد آخرین چانس داده بودم.
اما این چانسام ازش گرفتیم. آل جای پاد شده و میخواه که فرار کنم یا که مرگ خود قبول کردم منتظره. کس خونه است. نه پدر، کی ما را اینجا پیدا کرده میتونه؟ حالا دیگه پدر جان عجله کن، زود باش. کسی در پشت ما است. تعقیبمون بده. مادر جان تو خوب نیستی، کسی نیست. خمیال دیدار. تو برو استراحت کو پدر. هیچ که نشد از اونجا به دبی برو. بخو بنوش لذت ببر. لذت تقاعدی خدا ببر. باز ما یکان وقت پیشت نیم پدر. احمق احمق. پیش روی طبیبی و خز. اینجا زمین خالی خونه، کسی همون تو سر راه استاد میکنه. خیلی تو استاد نکنم. آدم کم رامتا فکر خودم میگیره. آقا نشد شما همراه ما بیاین، پروازتان وقت نشه. همراهی چی کنم؟ بکشمش؟ نه این سرخک هم همراه خود میبرد. درست است. بخز بیشرف بخز. بخز نگر برا. مسائل کشنات هر چیزی که میفهمی بکن. به خاطر زنده ماندنت یک چانس برات میتا. تو خو از ممکنه دیوانه تر بودی. چی شده؟ برای خانم شهناز دلت میسوزه؟ توبه است خدا، توبه خدایا، هرچی بگویم تو گپ خودم میزنی. خب اگر نشد برای تو کار میکنم، تو برای کی کار میکنی؟ به نظر من این فکر را نکن. ناق مغز خدا خراب نکن. فکری را کو که از اینجا چطور زنده میبرایی. نه دیگه من ایره زنده نمیمونم. ایلکا دالو من نان تو رو میخورم. نه بیادر خودم گرسنه هستم. شما یه گپا رو وانندگه. این دختر میگه که شما فکر برآمدن خدا بکنید. مرا تکان داد بخی. حتما کدام دلیل داره. دروغ میگه، هیچ گپ نمیشه. اوه 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 از اوش رفت. بسیار جگرخون شدی؟ دست تو هم کنترل نداره. او رو زیاد زدی آیشگار. بخیز با خوش بیا. آشگال زیاده روی میکنی. اتو نکو. پادر اینجا کجاست؟ کتاب سیز اینجا آخرین تونل زندگی هاود.
تو امروز به هیچ کسی مهلت ندادی، اما به خاطر که نام نشان داشتی یک فرصت دگان دادم. باز چی کردی؟ بگو تو چی کردی نحشت؟ کل چیز خراب کردی. کلش از خاطر او اصلا چنار افرادش شد. اگه او نمیبوده تو نمیشد. هنوزم از خود دفاع میکنی؟ تو هیچ نمیشرمی؟ هنوزم به ما جواب میتی؟ یک چانس دگم بده، این دفعه آخریش باشه. از خاطر تو شهناز دگیر گروهی ویژه افتاد. شما چی میگه؟ درست است آرام باش. اگر بخوای نو را پس میگیری ضرور نیست، این کار خود ماست. شهناز پس میگیره. راست میگن، حق به جانب هستیم. من آمده هستم جزای خود قبول کنم. ما را بکشین، هر کاری که میخواین بکنین. از خاطر تو یک کشور بزرگ از دست ما رفت. البته که جوابی را خواد دادی نشد. هدف در داخل بیهوش است و فکر داخل نشین. فهمیدیم؟ جان باز تو در اینجا چی میکنی؟ در وظیفه هستم کتاب سیز. تو اینجا چی وظیفه داری؟ ما هیچ کاری نکرده، صرف اوامر اشتباهی که شما گفتن انجام دادم. آرام باش کتاب سیز. جان باز وظیفه خود انجام میده. وظیفهش کشتن ماست پدر؟ خواهی چی باشه؟ جان باز تو وظیفه خود انجام بده. پدر من نمیخواستم اتشم. اگر مرا از بین نبره میتونم شهنازه براتون پس بیارم. خانم شهناز لعنتی بدام افتاده. فرار کنین، اینجا بام است. مالتا جان خدا علامت داده. اینم اینجا جایش است دیگه.
لب جوی با میرم گناه را چیدم نیاز کدم آنه کدم ندیدم ما را ندیدم آقایان چطور بود؟ از این موزیک خوشتان آمد یا نه؟ تو چی کنی؟ چی شده بچه؟ چی شده؟ برو از پایین ببر. چرا منتظر هستی؟ یک مسئله است که میخوایم بفهمم. ما هیچ وقت به شما و به هدف ما خیانت نکردیم. همیشه کار خود به بهترین شکل انجام دادیم. بله آقا ما آماده بودیم که شهناز خانم نجات بدیم، اما یک گدودی شد. اسم که گفت از خاطر شهناز آمده بودن، اما ما اونا رو دستگیر کردیم. راستی ما عاکف امیر از گروه ویژه، دوستای ما هم پیشم هست، کلشان سلام میگم. فراموش نکن متوجه خود باشه، این وطن به صاحب نیست. چی میگه؟ چی شده؟ کدام خبر بد است؟ خبر بد است. گروه ویژه تمام نفرهای ما را دستگیر کرده. صبر کن. سلایت پایین کن. نخشد برو شهناز از پیش گروه ویژه نجات بده. یا آخرین چانست از نشد. یا همون چانسی که میخواستی. بسیار تشکر آقا. همه چیز درست میکنی. هم شهنازا هم گروه ویژه را براتون میارم، تشویش نکن. آرام پیش برو، اگه نه ای دفعه سر خود از دست میدی. من مطمئن هستم ای دفعه اشتباه نمیکن. اونا را آزاد کنه. حالا آزاده شد. حالا شما بره. زندگی دوباره پدر جان. دوست عزیز مرا ببخش. بادشاه از پیش رویم خودگم کمیاله میخواستی ما را بکشیش. آرام باش، او وظیفه خود انجام میداد. دیگه جنگ نکنی. باید برای شهناز یک فکر بکنی. فهمیدن چی گفت؟ بله فهمیدم پدر. درست از پدر مرا ببخش. حالا برم که کار خودشو بکنی. دیگه فرصت نداریم، خلاص میشه. متوجه خود باش جان، با سر خود همراه دیوال کانکریتی جنگ نته. دوستای عزیز با کمک خانم شهناز تانستیم نفرایشم دستگیر کنیم، اما نمیتونیم پلانی که سیبو بیادر ترکده بوده را فراموش کنیم. استغفرالله. درست هست، اما شاید بازم شهناز خانم بخواین با ما کمک کنن. ایلکار جان دیگه چی گپ میشه؟ چی گپ میشه؟ ببخشین دوستا، ادامه نمایش چطور میشه؟
آقایان خانم شناس چند دقیقه پیش هم مگی ما را تردید میکرد نه؟ راستی این مسئله چی شده؟ چی شود اگه تیبو؟ خانم شهناز کاملا نامید شدن. ما در جای هستیم. ما آخر از اینجا خلاص میشم. راست میگی، تو هم حق بجانب هستی. شیطان ناامید است. بیادرا من که تشویش کنم بازگشت نمیشم، چطور کنم؟ اوه تو پیشتر نان نخوردی؟ مرا میخوری و خدا. بیادر ددان پیتزا خوردم زیاد نخوردی. تو با خدایا. بله کارلو گپ زیاد کردی برادر. ددان پیتزا زیاد است اما بر بالپجان خو هیچ چیزی نیست. آقا سیبو این خوش کم نیستان کر است. آقایان حال اینا اینجا را پیدا کردن، بگوین چی کنیم؟ مجبور یک جای دیگه بریم. پدرم یک آدرس روان کرد، شهنازه با اونجا میبریم. درست است، پس همونطور میکنیم. اصلا کنار. هیئت منتظرت است. آماده هستین؟ همیشه آماده است. آقا از معرفی با شما بسیار خوش شدم. نامتان همیشه شنیدیم. اگر بگویم با قصه های شما بزرگ شدیم دروغ نگفتیم. استغفر الله. سالها از دنیا چیزی نخواستم اما از وظیفه‌ام غفلت نکردم. کوشش کردم جان خود فدای ملت بزرگ کنم. کدام داستان دیگه ندارم. بفرمایید. کجاست این پدر؟ من منتظر شما بودم. چند روز میش از پریشانی مردم. جانسو جان ما را برده بودن. دوباره شروع میکنیم. هدف ما پابرجاست. یگانه هدفشان لغت کردن چوکی است. شما چی میگین؟ من هیچ چیز نفهمیدم پدر. مقامات بالا سر نشد پدر فشار آورده. حالی گپا رو با فکر کنه باید شهنازه پس بگیریم. کجاست؟ شما خبر دارین؟ من خبر ندارم. گروه ویژه در قرارگاه نمیرن. صفحه قرار میفهمم. یعنی که کدام جای دیگه هستن؟ خب آدم ها را چطور پیدا کنه؟ زمین خود چاک نشده که در بینش رفته باشن. در کجا بودم اتمن؟ یک راه داریم که اونا را از مخفیگاهشان بکشیم. چی را پدر؟ یک قتل عام کلان. بوی خونه که استشمام کنن میبراید. مادر جان چه رقم خونریزی؟ کتاب سیست میفهمی تو را دوست دارم. زنده باشی پدر. ما هم تو را بسیار دوست دارم. چقدر دوست داری؟ اگه ضرورت باشه جان خدا فدایت میکنم. خوی کارم میتونی امروز انجام بدی؟ عمل کن. امیال خدا بکشم. ما یک پلان بهتر دارم بچه.
همینجا هستن؟ هیئت داخل منتظر شماست. بفرمایید آقا. به نام خدای یکتا، اینجا مقام شاه اولیا است. خدایا مرا نشرمان، برم قدرت و توانایی بده. قادر مطلق تو هستی. پتاپسیس، تو هم یال کار خودت شروع کن. دلت که سر مکتب ابتدایی حمله میکنی یا سر کدام اکادمی پلیس مردم بیگناه را میکشی، او دیگه کار خود است. از این گپت بسیار خوشم آمد پدر. دیگه شد خودم پلیس تو گروه ویژه را با خود مصروف میسوزی. بعد از او جایی که شهناز نگاه کردن میره همه قصاده است. چطور بود؟ خوب است. به نظر ما شروع کردم میتونیم. با ما امری داشتن؟ اصلا چنان. میفهمی که این امر از ما نیست، از سلسله اجداد ماست. ما سالها در این خاک با دین مبین اسلام زندگی کردیم اصلا و زندگی با اسلام مهیا ساختیم. کلام خداوند و به خاطر زنده نگه داشتن سنت پیغمبر زندگی کردیم. لیکن بنده ها هر قدر که با خداوند نزدیکتر میشن شیطانن همه دست به کار میشه. اصلا جان اخیرا دشمنای اسلام خود زیاد ظاهر ساختن. اصلا چرا؟ به این خاطر به هر کس که یک وظیفه داده میشه باید همگی دست به کار شویم. این خوب میفهمیم انشالله. تو را سالها از دخترت پد کردیم و از فامیلت هم پد کردیم. ما شاهده ای هستیم که چقدر وطن و مردم خود دوست داری. لیکن حال وقت وظیفه و خدمت است. هر خدمتی که باشه به چشم سر قبول بکنم آقا. ما در این شک نداریم. ای بیرق کفنت است. هی تفنگ زندگیت است. ای قرآن شریفم روحت است، کارایتم رهبرت است. نصیحت که پیر ما حضرت عثمان غازی با ما کردن او را اصلا فراموش نکنی. ای هو حال شروع کن. بعد از این خودم میفهمم کارت به دست آوردن دل است. ما متهم میشه. تحملم شما میکنه. عاجزی از ماست.
تحمل کردن آمد ما کمک کردن کارت است. سوء تفاهم، جنگ ها، ناهماهنگی ها، غلط فهمی ها، عدالت با تو است. قتل و کشتاره که تفسیز میکنه فعلا هیچ چیز نمیفهمم، اما امکان داره به شما دام باشه، احتیاط کنید. وای وای اصلا چرا صبر کردن بافا. گل پیش از وقت شگوفه نمیکنه. ایران فراموش نکن. با زنده ماندن مردم کمک کن که دولت زنده مانده. کارت سخت است و مسئولیت سنگین با دوشت. خداوند برات کمک کنه انشالله. با همه ما کمک کنه. خداوند بزرگ، میگه اگر دعای شما نمی بود عمل شما چی ارزش داشت؟ خواهش میکنم شما دعای خدا کم نکنه. دعاهای ما مشترک است. کمک جناب حق، شفاعت رسول خدا و همت توانایی ما از تو باشه استاد. همین که درباره کشتار خبر شدم برای زنگ میزنم، درست است؟ آماده باشین، هدف اینا پیدا کردن شهناز است. اول جاسوس بین خود باید پیدا کنیم. باز مسئله شهناز آسان است. بیبی تو غلط درک کردی. چی را غلط درک کردم جانسو؟ همراه کسی با نام ایلکر گپ میزنی. حالا همراهی تو چی کنم ها؟ بگو. خواهش میکنم جان با صبر کن، من کل چیزا برای توضیح میتونم. چانس کده که حال بسیار کار دارم، اما بعدا همراهی گپ میزنم جانسو. اینجا بیا. برو داخل شو. لطفا دروازه رو باز کن. بیبی تو من اشتباه درک کردی. من خائن نیستم. باز کن گفتم، باز کن. اوف. دوستا باید هم یال گپ بزنیم. بیاین گپ میزنیم. چی شده این فر؟ جانسو زنگ زده بود. خدیجه یا جانسو زنگ زده بود؟ فقط خدیجه برادر مقبوله. درست است دیگه، درست است. بسیار خوب خدیجه. بشر سیبولالا. با هر حال پلان دارن مردم بیگناه را بکشن. در کجا؟ چی وقت؟ تالی را نفهمیدم. وقت خبر داد برتان میگم. درست. تو همراه جانسو در ارتباط باش. ببخشین همراه خدیجه. آقایو ولیاز خدامه کتاب سیز به وجدانا چی وقت مرمی باران کنم؟ بیادر شما هم خوب شاید باشین که اگه او کتاب سیز نکشم نام من بالتن نخواد بود. والا کارت مشکل است اصلا. هدف اصلی دشمنی کشور حفظ دین مبین اسلام است. تا وقتی که مردم با دین هستند اونا هیچ وقت آرام نمیشینن. مردم به دین مثل جسدی است که روح نداشته باشه. دقیقا اونا میخواین که به یک جسد بیروح تبدیل شده. احتیاط کو اصلا این راه بسیار مشکل است. به نظرم از نزدیکانت شروع میکنم. اگه ضرورت بود از جانشان بگذر. اصلا دریغم نمیکنم. مرا میشناسه دی باره هیچ مشکلی نیست. از ما چیزی میخوایی؟ میفهمین زندگی شاهانه را خوش ندارم. اگه اجازتان باشه من بازم میخوایم در کل به خود زندگی کنم. تو باید در یک جای امن باشی. هر قسمی که میخوایی زندگی ادامه شهر او برات میگه. حالا موفق باش. این آدمای رئیس نشأت هستن.
اینا زیاد قدرت دارن. مسئول تمام عملیات هایی که در ترکیه میشه اینا هستن. عملیات های اقتصادی و مسائل سیاسی را به عهده دارن. نشد از کسی دستور میگیره. او کی است؟ او را شما باید به ما بگویید. فهمیدم. به تاکسیز بیادر. آماده باشین، پلیس ها طرف شما میآیند. درست است بیادر، بیاین. ما از دیروز آماده هستیم. میاین. حالا احتیاط کنید. فراموش نکنید قسمی که گفتم اما تو میکنید. هیچ اشتباهی نمیخواید. گپای ما با یاد داری نه؟ خوبه، سال جا بجا شوه. حالا دیگه کارم تمام است. من از بین میبرم. باید بلکر زن بزنم. میخوایم همراهت گپ بزنم خانم جاسوس. اعلایم کو. گفتم اعلایم کو. از من چی میخوای آدم پس؟ من دیگه نمیفهمم. فقط گفتن از تو تحقیقات کنم و بس. هیچ نترس، فقط یک دقیقه طول میکشه. بگو که تفسیر چی میکنه؟ چی پلان داره؟ صبر کن میگم. بگو گفتم. پلیس ها را میکشن. در کجا؟ در خروجی. برو داخل شو. جای جدیدت هم اینجاست. بگو جانسو. در خروجی سر پلیس حمله میکنن. ایلکر چی شده ایلکر؟ آقایان در خروجی بالای پلیس حمله میکنن. چی بگی اینجا؟ عاجل باید حالا اونجا برسانه. شهناز چی میشه؟ تو هم اینجا باشه شده. تنها خو نمیشه. بالتان پیششان باشه. یک دقیقه من چرا اینجا باشم؟ گپ زیاد نکنین، بیاین که بریم. حالا دیگه تشویش نکن، ما با جای تو میکشم. عزیزه موفق باشی برادر. شعر من موفق باشی. خیر ببینه. کار خوب انجام دادی. حالا با کمک تو گروه ویژه به دام ما میفتن. پیشروی ما گفته نه؟ این آدم هم قصدن پیش ما روان کردی. هنوزم بسیار هوشیار هستی مثل سابق. حالا گروه ویژه به عجله طرف دام کتابسیز میرن. البته با کمک تو. خداوند جزای شما رو بده حیوان. تو رام پیش دوستای روان میکنم جانه. تشویش نکن. خدایا لطفاً براشم کمک کن. خواهش میکنم. آمدیم. استاد کجا سرک کدام چیزی است. اینا رو که اینجا مونده. بچه ها پایین شوین اینا رو اوسبانه. آماده هستین اولادایم؟ حالا شروع کنه. پراکنده شوین. خودتان موضع بگیره.
سر ما حمله شده. زود کمک روان کنه. چهار طرف ما محاصره شده. زود کمک روان کنه. در خروجی کم بودار. پلیس اسکر هر کسی هست. کمک کنه. در محاصره کی بوده؟ بهشتانو محاصره کردم. بیادر گروهی ویژه در محلات نزدیک میشه. لطفاً کم تحمل کنید. میرسیم در راسته. لطفاً عجله کنه. خیرتی باشه اصلا. معلوم میشه که تو شکل ظاهریتن تغییر داده. همه تو ایجاب میکرد. خیرتی باشه بازم. مثل که باز به یاد جوانی های خود افتادی ها. از کجا فهمیدی؟ ما قوال کشور پس میگیره. با او خطریت ملاقات داشتم. تیم جدیدم تشکیل دادی. کدام گپی هست؟ باید مست و پرسان کنم. باز بگو چه فکری داری. نشت اینجا چی میکنه؟ یک، در خانه مردم به خاطر انتحاری کردن آمدی؟ دو، اگه خانه مردم ممکنه باشه تو باز انتحاری میکنی. کدام گزینه دیگه به فکر نمیاد. دلیل آمدنم به اینجا چیز دیگه نیست. فقط خودت هستی. زود برو سر اصل مطلب. وقت اضافی ندارم. میفهمم خانوم تا دوست داشتی. وقتی که میفهمی که حامله بود. دست خوراک آماده میکنم. تا حال کسی نامده. چهار اطرافشون هم حاضره کن. درست تو. این گروهی بیشتر چه وقت میرسد؟ چند دقیقه بعد میرسن. شما ادامه بده. گروهی بیشتر رسید قماندان صاحب. بیادر گروهی بیشتر رسید. چی خواد کردیم؟ چی کنیم دیگه؟ سرشون فایر بکنه. متوجه باش نشد. نمیفهمم که چی پلان داری. جان تو فعلا دست من هست. اول فکر که باز گپ بزن. من فقط برای یک گپا گفتم. خانمت که میمرد حامله بود. پرسان کدام که از این گپ خبر داشتی یا نه؟ فرض کن نمیفهمیدم. میبینم که نفرایت زیاد هیجانی هستن. تو آخرین ماهای خانومت ندیده. ده وظیفه بود. ماها نتانستن از تو خبر بگیرن. اما او حامله بود. طفل دومیت بود. ببین این هم عکسش هست. این خانومت هست.
ایم آیه شگو آیا دبتنش کی بوده میتونه؟ منظورت چی هست؟ اعصاب من خراب نکن، مثل پشه میکشمت. ایسو میکشم و لاشته به ماهیم اندازم. فهمیدی چی گفتم؟ اصلا چه آرام باش، ایخو آغازش هست. چطور هستین؟ زخمی خو ندارین؟ نخواه خوب هسته، کاملا سر وقت رسیده. خوب است. از اینجا زنده برآمده میتونیم؟ انشالله. تو تشویش نکن. ما که اینجا آمدیم جان خدا در خطر مندازیم، اما شما را نجات میتیم. بیغم باش. به گروجان قدم میاده داره. تشکر خدا جان، تو دوباره ما را روبرو ساختی. کتاب سیزی بار فرار کردن نمیتونی. بگیرم نیایی کتاب سیز. او به غیرت من میخوردی؟ بیادر اونا کلگیر از بین بردن. هر کاری میکنی بکن. درست از بچم، درست از منتظر باش. ناشد چی میگی آدم باره بکن. صبر من امتحان نکن، دبر بندازمت. تو فهمیدی که من چی گفتم؟ غیر از آیه شگو یک طفل دگان داری. طفلی که در بطن خانومت بود زنده است. چی؟ نشنیدی؟ یک اولاد دگان داری. من فکر میکردم تو هوشیار هستی، اما اندازه یک طفلم نمیفهمی. دلت که باور میکنی یا نمیکنی؟ ثابت بساز. یا خانم اعلان نکنی کمی مشکل میشه. تو را میشناسم، یک دروغگوی خوب هستی، اما این بار موفق نشدی. با ما اجازه بده که برات ثابت بسازم. با آسانی از دستم نجات پیدا کردن نمیتونی. اگر میخواستم از دستتون نجات پیدا کنم چرا اینجا بیایم؟ یک بار فکر کن. از نگاهی تو گفتم. اینجا با پای خود آمدی، مرگم با گردن گرفتی. اگر دشمنم جسور باشه دوستش دارم. یک هفته برات مهلت میدم، ادعای خود ثابت بسازی. اگه نه جانت میگیرم. با میدش آقایان، اگه حال بالتمی بود صبر کردن نمیتونست حمله میکرد. برادرم ما دیگه صبر ندارم، حمله میکنم. سیمبو تو حمله کنی ما حمله میکنم. رفیق بیادر شما که حمله کنین ما چرا استاد شوم؟ تو کس حمله کنه. حالا دیگه بسم الله. یا الله. هلا میگم سلاح خدا بنداز. چی گپ شده؟ بنداز سلاح خدا بنداز.
خیرتی باشه قماندان صاحب. Komandane çi bir akıl. Gapa ziyad nako. Hındak. Aga, bunlar yedi ya bizi. Sebo, maşallah. Çok hızlısın. Tebrik ederim. Ulan şerefsizler. Ulan şerefsizler. Aga, ben konuya hala vakıf olamadım yalnız. Bunlar jandarma falan değil. Kitapsızın adamlar işte. Huhu. İşte zeka küpü işareti. Ama متاسفانه بسیار دیر فهمیدی. وای 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 رفیق ما هم اینجا بوده. آقا داما چی کردی؟ دقیقی ما یک دختر است. تازه مجرد شدم. اگه میخوایی برات میگیرم، اما اول ما یک روز بی شرف پاس بی وجدان. تو هیچ آدم نمیشی نه؟ آدم نمیشی؟ درست است آقا. الهش کن دگارم باش. چی را ایلا کنم؟ شما مداخله نکنید. من خودم میره از بین میبرم. میفهمی چه قسم؟ ایره بگی غیرات میکشمت بیشرم. میکشمت. شما اینجا منتظر باشن. درست است رئیس. خوش آمدی پدر. خوش باشی. بفرما پدر داخل بیا. آفرین کارلوس. بیست اگر زنده نمانی. بزن کارلوس. تا وقتی که بی وجدان نمرده بزنش. بزن کارلوس. بزن کارلوس. بی شرف پاس بی غیرت بست بی وجدان بی شرف. خیرتی از پدر. میخواستی چیزی بگویی؟ آی مادر مست یا مستم؟ بله، قسمی که میبینی مادرت باردار بوده. بله میفهمم. وقتی که میمرد باردار بود. وقتی که او میمرد امکان داره طفلی زنده مانده باشه دخترم. چطور یعنی؟ اولاد من یعنی امکان داره تو برادر یا خواهر داشته باشی. راست میگی پدر؟ کی هست؟ بزنش کارلوس. بزن. به شرفه بزن. بزنش. شرف. چی را سایل میکنین؟ مرا کمک کنین. آقا خودت گفته که مداخله نکن. چند لحظه پیش گفتو. حالا کمک کن. دست نزنین احمقا. دست نزنین. ای وجدانا. بیاین احمقا. بیاین پیش ما. بیاین پیش ما. بیاین. شما مرد باشین اینجا. بیاین احمقا. طرف ما بیاین. ای مستقبا. به شرف پاس. اگه زور دارین پیش ما بیاین. اینجا. به شرف پاس. احمق. ای مصطفی دستی. به شرف پاس. به شرف پاس. پدر مطمئن هستی که تو یک احتمال راست است؟ نمیفهمم دخترم. باید تحقیق کنم بفهمم.
نمیفهمم چی کنم. تبریک باشه های شگال، از خاطر تو بسیار خوش شدم. تو چوب شو، مداخله نکن. خب ایره کی برات گفت؟ نشد گفت. اگه قسم گپ زده باشه حتما کدام پلان داره. این دیگه چیه؟ نشد. احتیاط کنه، از کلکینا دور باشه. پشت پاکت مایک ماندن. امکان داره چهار اطراف ما رو محاصره کرده باشن. بشی مایک پیدا کردن. حالا وقت ضایع نکنن، کارشون تمام کنن. درست است. شهناز زنده میخواد. حالا دیگه زود بره. بشرفا بشرف باز به وجدان احمق کارات بشرف باز کتاب سیز چه میکنی؟ ایرا خو میکشی؟ یادم میموره چیده نمیشه. اینا بسیار سرجان هستن. ما میفهمم که چه قسم از بین ببرمشون. حالا من کلتان از بین میبرم. یکیتانم زنده نمیمون. صبر کو بیرون نشو. صبر کو بچه. پدر اونا به خاطر شهناز. آقا اصلا امیاله باید از اینجا بیرون شوه. نمیشه میجنگه. تعدادشان زیاد است آقا. نه معصوم نخور. بالتن باید شهناز از اینجا ببرد. پدر حالا همیال از پشت سر میبری. من از نشد فرار کنم نمیشه. اینجا بشینیم و منتظر مرگ باشیم فایده نداره. حالا بخیر. همگیشان بکشید. یکیشان هم زنده نماند. حالا شیرهای زود باشن دیگه بکشید. اینجا هم از کسی نیست. کدام طرف برم رئیس؟ برم یک رای پیدا میشه. برم. بیا. در اینجا هم نفرایشان هستن. در محاصره هستن. پس برم. به وجدانا مثل گرگ چهار طرف محاصره کردن. از این طرف زود به نظر من اگر تسلیم شوین زنده میمونیم. از تو پرسان نکردیم که چی کنیم. شیرهای احتیاط کنیم.
با کی؟ با مامته موبایل ها را جمع نکردیم. موبایل تو است، دوست دخترت است. یک دقیقه یا که آیشه گل است. نامور باتبان نیار. با خطا نشو جواب میتون. بله آکیف بیاین، ما را از 4 طرف محاصره کردن. آکیف ها میخواست برات زنگ بزنم، یا به خاطر کمک خواستن زنگ میزدم و تو پیشتر زنگ دادی. کتاب چیست؟ رای امر کن. آکیف چی شده؟ همراهی چی کردی؟ آکیف چی پیرکی. تمام گروه ویژه همی جستن، هر 5شان پیش رویم دانو دادن، خوب شکم سلتشان کردم. کتاب چیز ظالم، بالاخره دگیر مفتی. البته رئیس، حال زیاد عجله دارم. من غم اینا را بخورم باز برات زنگ میزنم. راستی هیچ خبر ما را نمیگیری. یگان وقت آدم خبر میگیرم، یگان وقت که کم بازی کنیم رئیس جان. چی شده پدر؟ اونا را چی شده؟ آکی خوب است؟ چی میشد دیگه؟ اونا مثل ما دستگیر شدن، کتاب چیز همگیشان رو به دام انداختن. شما باید به فکر خود باشید. گوش کن چی میگم. اگه یک کلمه دگان بگویی او زبانت خود بریدم، فهمیدی؟ رئیس بگاله چی کنیم؟ باز هیچ کاری کردن نمیتونیم از اینجا زنده کنیم. اصلا یا که همگیتان میمیره یا که شاهانه پیش روی مستاد میشه. ما و شهناز میایم. تا وایشه گل غرض نگی. پدر تو چی میگی؟ فعلا در وضعیتی نیستی که گپ بزنی. بانکه ای تصمیم ما بگیره. ما و شهناز میایم پیشت. دیگه چی میخوایی؟ امروز تمام حسابای خانه خلاص میکنه. نمیخوایم هیچ کم بودی بانه. گروه ویژه درگیر افتاده، هیچ کدامش ایلا کده نمیتونه. تسلیم شو. اگه در خسته خودت نیستی از خاطر دخترت. درخت چنار دیگه کارت خلاصه. من تسلیم نمیشم پدر. هر چیزی که میشه شوه من تسلیم نمیشم. دختر مجبور هسته. یادم تو را زنده نمدادن. پدر تو چی میگی؟ این گپا چطور میزنی؟ رئیس معذرت میخوایم اما این گپ هیچ خوشم نامد. اگه من حیث بزرگتان قبول ندارم، من حیث آمرتان امر میکنم سلاحی خدا بندازه. چطور میخوایی تسلیم شویم؟ اگه تسلیم شویم چی فرقی میکنه؟ بازم ما را میکشن. گپ زیاد نگو های شگال، براره تق به جانب است. فایر نکن اشر. پدر استاد شو. پدر رئیس تو چی میکنی؟ پدر استاد شو. تسلیم نشه. تسلیم نشه. سلاح خدا بنداز. تو گفتم سلاح خدا بنداز. احساس میکنم یک آینده خوب منتظرم. بله نشد پدر. تا حالا قدر از اصاب خوشم نمیده بود.
کردم خراب کردم از خاطر من به دام افتاده کی میفهمده چی وضعیت هسته در اینجا گریه کردن برای اونا فایده نداره. شاید نشد تو را ببخشه به خاطر که گروه ویژه را دادامشان داره. آدم پس بیشرف پس بیوزدان انشالله داتش جهنم میسوزی با این کارایت نشان میتی که هنوز مرا دوست داری عزیزم. ای جانسوی احمد تو را دوست داشت سرد اعتماد کرده بود فکر میکرد که مرد است یه احمق سالها به خاطر تو عشقی قسم انتقام گرفتن تخور به خاطر امی روز ها گذشته را در گذشته بانجانیم. بیا اگه میخوایی کمی درباره حقیقت گپ بزنیم. ایلایم که آکیف رئیس در چی وضعیت هست؟ با ما زنگ زده بودن و کمک خواستن در چی وضعیت بودن خدا میفهمه. مگی ما به دام افتادیم. آقایان دفعتا منفی فکر نکنیم. نه که تو بال داری میخوایی فرار کنی. کدام گپی هست که ما نمیفهمیم؟ توبه استغفر الله خدایا توبه. خدیجه جانسو بیبی که اینجا کیا هستن جانه؟ خدیجه خواهره جاباش خواهره بگیرمشتم. شاران باش سیبوش جان بازا جانسو هم همراه شما خود بود. جانسو خوب هستی؟ مرا فریب دادن به دام انداختن من شما را به اونجا روان کردم. خیر است خدا جگر خون نساز مشکل نیست درست است اصلا ناراحت نباش. کدامش تو را دوست داشت؟ به شرف پس امی است؟ شباش امی است نه؟ یک بار از اینجا نجات پیدا کنم اگه نمورده باشم تو رو زنده نمیمانم. بسیار ببخشید میخواستم اینجا با شما همراه شما گپ بزنم اما زیاد کار دارم. ایران بگیرین اینجا بسته کنیم زد بیا بیشی بیا منو ببخشید. تقدیر همی بوده جانسو خدا جگرخون نساز. خوبیایی که به ما کدیر باید بیار. تو زیاد به کشور خدمت کردی. پشت تو زیاد دق نشم مام تو حال تو را دوست دارم. خب دیگه مقبولک خدافظ. دختر به تو چی گفت؟ پخش زنده را فراموش نکنه. تشویش نکنن آقا همه چیز آماده است. احمق خدیجه بفرمایین بیشین. بسیار خوب به خاطر نشرات زنده آماده هستین نه؟ آکیف تو را میبینه آی شکل به خاطر دیدن آکیف نمیخوایی که خدا رایش کنی ها دختر جان؟ یگانه چیزی که میخوایم ببینیم مجسد توست. اگه همه چیز آماده باشه اونا میخواین بیاین. بله آماده است بیاین. تا آماده شدن پخش زنده شما را غافلگیر میسازم. رئیس آیشگل بالته خداوند لعنتتان کنه اونا رم گرفتن. نه بخواه حال خود تصاویرشان هم دیده
بعد از همین لحظه کار ما تمام است. به شرفای پس بیوشتانا حکیف آیشگان حکیف رئیس اینا نفرای ما هستن. متاسفانه. خب رئیس جان، کدام گفتنی داری؟ نه، من همه تو خوش هستم. خب تو خود زیاد دعا میکردی، هیچ فایده نکرد نه؟ بازم دگیر ما افتادی اصلا چنا. ده حکمت خداوند هیچ شکی نیست. همراه گل خارم زندگی میکنن، اما چیزی به نام حقم هست. وقتم که به غفلت نمیکنه، وقتش دقیق است. تو وار آدم ها را به خاک تبدیل میکنه. من تو را درک نمیکنم. چقدر پیسه داری، چقدر اقتدار داری، چقدر توانایی داری، به خاطر چیزی که بود و نبودش معلوم نیست. چرا عبادت میکنم؟ اولش مرا عبادت نمیکنن، من بنده هستم. دومش نادیده گرفتن از جهالت منبع میگیره. قدرت خداوند بسیار زیاد است نشد. کسی که کمی غفلت میکنه و فکر کنه خدا نزد او هیچ چیز دیده نمیتونه، گرچه ممترهش درک نمیکنه. بگو که مام بفهمم چی بوده؟ ده کشور مسلمانان و اهل ایمان و کسایی که از خود وجدان دارن حکم روایی میکنن. با دل تو باشه بود پرستا، آتش پرستا، حکم روایی کنه برات فرق نمیکنه. دقیقا در اختیار خودم نیست. تحمل کردن نمیتونم اصلا. سرم فشار میآید، فشار. بیبی عاشقت منتظرت است. الا دیگه آیشه گل دست خودش شور بته. زود باش دیگه. آفرین آیشه گل، آفرین. آفرین آیشه گل، یک بار دگان توف کن، از طرف ما توف کن. مهمان آمده. بسیار خوب. اصلا چنار مشهور خودت هستی؟ بالاخره معرفی شده. من شما را نمیشناسم. همراه من معرفی شدن. خودتانم معرفی کنه. چی ضرور است؟ به از او یک دو دقیقه از عمر زیادتر نمانده. کی چقدر عمر داره ایر خدا میفهمه. بخشش باشه، اما بسکت نداریم، گوش نشدیم ولی مخ میمارم. او با چابری ما رو میباری، بعد از چشم گشنه. رفیق چند دقیقه بعد میماره، اما هنوزم از شکم گپ میزنه. عجب آدم. آکی با خدا از اون تانکر از شکم نیست. اما تو که میگی کارلوس. آقایان خوب خوشحال هستین؟ از اینجا چه قسم براییم؟ راست میگی بالا. زیبو تو یک چاره پیدا کن لالا جون. پیدا کردم. ده انگشترین بم اتم از انفجار بتم. بم اتم نمیشه، بازو وقت ما میموریم. ایتو که از زیبو انتحاری میشه. خدا نکنه برادر، خدا نکنه ای گپ نزن. من شخصا به عاکف امیر امیدوار هستم. چی؟ چطور؟ اشتباه نکنین و من هیچ امیدی نداشته باشین. نکنین دیگه. نه خواهش میکنم اصلا به ما امیدوار نشین. اعتبار کارت من خلاص شد.
اسمی که میبینه نیم شهناز که از من میخواسته. ما با شما شهنازو اصلا چنا را دارم. راستش دختر و غلام شما. آدم تا را میگم متوجه که باید باشه که نمیکشمش. بچه به خاطر که همش در گردن خودش رسمان است. هر کس خیال خود میکنه. میبینیم که ای آقایان کسایی هستن که رسمان تو در دستشان است نه؟ ای آدم در این روزای اخیر در استخبارات وظیفه گرفت جناب محترم، یعنی رئیس گروه ویژه. سالها مایه گیری میکرد، در هر جای نفرای خدا جا بجا میسازد، هم داخل کشورها هم در خارج از کشور. نگو نفر خدا جا بجا میسازه نشد، فقط که توقع دنیوی داره. اونا کلشان کارمندای دولت هستن. خب حالا هر چیزی که هست. بسیار خوب، این آدم همراه مهندس خواهد شد. البته با کمال میل. اما تو نیست اصلا چنان. نشد تا حال نتونستم در زندگی خود بدین باشم و نمیتونم باشم. حبیبی اصلا چنان، برای تو یک پیشنهاد دارم. گوش نمیکنم. هنوز خو نگفته. خوب است دیگه، به می خاطر گوش نمیکنم. اما بازم برات میگو لیست کسایی که مخفیانه کار میکنن برم بته، باز از اینجا آزاد شده و میری. اما تو سیلم نمیکنی. فرض کو قبول نکده، پدره که از خاطر از دست دادن اولادش بریزه خوشم نمیاید. فکر کردنش که قدر داور است. وقتی که سرت بیایه باز چی خواد کردی؟ فکر کنم با تهدید کردن شروع کردن. کردیم دیگه. ای را باید همراه دخترم مشوره کنم. به شرف تهدید میکنه. به وجدان. اگر قبول نکنه آیشه گل از بین میبره. آیشه گل ما مشناسم باسانی مرگ قبول نمیکنه. رئیسم دان خدا شور نمیده. تو به خدایا فقط که ما نمیفهمی که لولا جان این فیلم خوشمان اومد. ما آخر این را میفهمیم. یک کانال دیگر را بگی شاید کدام مسابقه باشه. صبر کنین آیشه گل یک چیزی میگه. خوب آیشه گل، آقایان میخواین جواب بگیرن. اگه دو انتخاب داشته باشم که یکیش مرگ و دیگه‌شم خیانت باشم، معلوم دارد که مرگ انتخاب میکنم. ما به شما حیوانای کثیف نام دوست خدا هیچ وقت نمیدیم. دختر پدرش هست دیگه، هیچ تعجب نکردم. فکر کنم از جسارتش میگی. نه خیر، زدی بودنش میگم. شارگ گردن انسان بسیار ظریف است اصلا چنان. این جرک کمی ببرا تا 10 ثانیه دیگر هیچ خونی در بدنش نمیمانه و به زودترین فرصت از بین میره. ما قبلا فیصله شکده. دخترم در باره مشکلی نداره. فقط آیشه گل نه، دیگر هم از بین میره. بسیار وقت میشه که اونا مردن.
حالا ما را جگرخون نساز. چیزایی که آقایان میخواین بگو. ما جواب خود دادم. تیمه چیزی که از من خواستن مشنون. مرگ با افتخار یا من حیث خواهن زندگی کردن. من حیث خواهن چو باش کارلو چی بود؟ بچم تو چی میگی؟ مرگ رئیس جان، مرگ. حق خدا حلال کن رئیس، بد کدام یک اشتباه کدام دیگه. رئیس اگه میخواین ما را زنده بگور کنن، اگه میخواین دا آتش بندازن، اگه دا آتش هم ما را بندازن برای ما باغچه گل خواد بود. باغچه گل برای ما خواد بود رئیس. از اون نگاه رئیس. دیدن مرگ چیزی نیست که ما را بترسانه. کدام گزینه دیگه اگه باشه آقایان؟ آقایان حالا دیدن که همراه چی و همراه کی ها سر کار داشته؟ نه شاید واقعا کارت مشکل بوده. اینو بسیار احمق هستن. اگه اجازه بده با کار خود شروع میکنی. جان باسته برای یک گلاس آب میوه بیار، بیخی میمورم. مالت بچه تو چه قسم آدم هستی؟ تا حالا بسیار دزگیر شدیم، اما این رقم دزگیر نشده بودیم. براستی میموریم ولی انشالله بالاخره باید کلمه شهادت بخوریم. خب اصلا چرا؟ برای آخرین بار میپرسم و ما اولش تمیتی یا نه؟ جواب من شنیده. ما با شما نه نامتان و نه جان، کلش از خداوند است. باز شروع کردی اصلا چرا؟ یک اصلا چرا میمیره، اما در هر گوشه وطن صدها دانه دیگهش، هزارها دانه دیگهش زنده است. یک آیشه گل میمیره، 100 تای دیگه، 100 فاطمه دیگه پیدا میشه. بفهمن که صاحب ای وطن شما نیسته، اولادای خودش هست، اونام در جای می باشن. همه تونست جان باز. چرا نباشه رئیس؟ الان اینجا چی گپ شده؟ سلاح خدا پایین بندازن زود باشه. شما متصاوی رو دیدین؟ جان باز؟ بچه این خو نفر رئیس بوده. جان باز نفر ما بوده. شکر خدایا، هزار بار شکر. جان باز نفر ما بوده. جانبازی چی رزالت هست؟ رزالت چی نشد، خودتان پرسان کردن دیگه. لست افراد مخفی رو میخواستی؟ یکش گفته. آقایان، این رئیس آدم بزرگ است، بسیار بزرگوار است. ما قربانی رئیس شما برادرها که باز ما رو نجات داد. بابای گاد نزن، حالا میکشمه.
ای شرف تو را چرا زور میتا؟ جان پوزتا میده کنم؟ چهره ای خانم رو ببینی؟ شهناز خانم. گفتم برات نشد. بیچاره‌ای که به چیز باور نداره، اما جناب حق همیشه هست. نمیفهمم ارادش چی است، اما در هر کارش یک حکمت هست. ای گپا را خوب برات گفتم. تو چی کردی؟ به من گوش نکردی؟ از اون نگاه گفتم. حالا آیشه گلو بالتر باز کن. با خدا قسم میخورم من تعالی قسم فیلم ندیده بودم. این آدم از کجا پیدا شد؟ جانباز بیبی؟ خداوند ازش راضی باشه. پلیس ها را که میکشتن این آدم اونجا نبود. خداوند تو رو زنده نگاه کنه. 2 دقیقه از منطق گپ نزنه. از این لحظه لذت ببر. حالا دیگه راست میگه. آقایان، اگه بخواین حاله میتونم گپ بزنم. نمیفهمم مشکلتان چی است. تو یک آدم هوشیار هستی. پیسه، مقام، شهرت، هر چیزی که بخوای کافیست که مرا غرض نگیری. در پیشانیم چیزی به نام خواهی نوشته شده احمق. حساب ای گپای تا نخواد داده. راستی اصلا چنار نفرای تو تا حال پیش ما هستن. اگر ما را چیزی شود همگیشان از بین میبرن. خوب فکر کنم. تمامشان کشته میشن.